پدر دانایی به دخترش گفت اگه از بوی سیگار خوشت نمیاد، با کسی ازدواج کن که سیگار نمیکشه. وقتت رو برای تغییر دادن آدمی که نمیخواد تغییر کنه تلف نکن. اگه دنبال آرامش و ثباتی، یه آدم عاقل و قابل اعتماد رو انتخاب کن، نه کسی که مدام دنبال جلب توجهه و نمیتونه متعهد باشه. اگه یه زندگی راحت میخوای، با کسی باش که به خوبی پولش رو مدیریت میکنه، نه کسی که راجع به رویاهای بزرگ حرف میزنه ولی هیچ برنامه‌ای نداره. امید بستن به اینکه یه نفر فقط به خاطر علاقت تغییر کنه معمولاً به ناامیدی ختم میشه. رابطه واقعی به این معنی نیست که به کسی یاد بدی چطور باید دوستت داشته باشه یا بهت احترام بذاره. به این معنیه که کسی رو انتخاب کنی که از قبل اینا رو بلد باشه. آدما فقط چون دوستشون داری قرار نیست تغییر کنن. در نهایت قاعده ساده است: بهتر انتخاب کن، نه سخت‌تر. در رشد محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. به خانوادمون ملحق شو.